بچه‌ها سلام، من امیرم. به کانال خلاصه کتاب‌ها خوش اومدین. جایی که توی چند دقیقه مهمترین ایده های کتاب های معروف دنیا رو با هم مرور میکنیم. امروز میخوام درباره کتاب افسانه کاریزما نوشته اولیویا فاکسکابان براتون بگم. کتابی که نشون میده کاریزما یک افسانه نیست، بلکه یک مهارت قابل یادگیریه. معرفی کتاب. بیشتر ما فکر میکنیم کاریزما یک ویژگی ذاتیه، اما نویسنده میگه کاریزما مثل یک عضله است. هر کسی میتونه با تمرین کاریزماتیک بشه. این کتاب سالهاست جزو پرفروشترین کتاب‌های روانشناسی موفقیت و ارتباطاته و به ما یاد میده چطور در جمع‌ها، جلسات کاری یا حتی روابط شخصی تاثیرگذارتر باشیم. 3 ایده طلایی. شماره 1. حضور، presence. اولین راز کاریزما حضور واقعیه. حضور یعنی وقتی با کسی حرف میزنی تمام توجهت به اون باشه، نه موبایل، نه فکر فردا، فقط و فقط همون آدم. جالبه بدونی افراد کاریزماتیک کاری میکنن تو حس کنی مهمترین آدم اتاقی. یه تمرین ساده: وقتی کسی داره صحبت میکنه به جای اینکه فکر کنی چی جواب بدی، فقط گوش بده و نگاه کن. شماره 2. قدرت، پاور. دومین بخش کاریزما قدرته. قدرت به معنای سلطه یا زور نیست، یعنی نشون بدی توانایی اثرگذاری داری. این با زبان بدن و لحن تو منتقل میشه. کسی که صاف میسته، شونه هاشو عقب میده، آهسته و محکم حرف میزنه، بدون داد زدن حس قدرت رو القا میکنه. جالبه بدونی سکوت گاهی خیلی پرقدرت تر از پرحرفیه. شماره 3. گرمی، وارمز. اما اگه فقط قدرت داشته باشی دیگران ازت میترسن. چیزی که کاریزما رو کامل میکنه گرمیه، یعنی مهربونی و خیرخواهی. حتی یه لبخند واقعی که از چشمها شروع بشه حس امنیت و صمیمیت ایجاد میکنه. وقتی دیگران مطمئن باشن تو نیت خوبی داری، راحت تر تحت تأثیرت قرار میگیرن. تمرین کاربردی امروز. تمرین ساده‌ای که از همین امروز میتونی انجام بدی. وقتی با کسی صحبت میکنی فقط برای 60 ثانیه به هیچ چیز جز اون فرد فکر نکن. نگاه کن، گوش بده و یک جمله همدلانه کوتاه بگو، مثل میفهمم یا درک میکنم. همین تمرین کوچیک قدرت حضور و گرمی تو رو چند برابر میکنه. جمع‌بندی. پس یادت باشه کاریزما یه جادوی ذاتی نیست. 3 جزء داره: حضور، قدرت و گرمی. هر کسی میتونه با تمرین روزانه اون رو تقویت کنه. این فقط بخش کوچیکی از کتاب افسانه کاریزما بود. اگه علاقه داری بیشتر درباره این کتاب یا کتاب‌های دیگه بدونی، حتما به من بگو. ممنون که تا اینجا همراه من بودی. اگه از این خلاصه خوشت اومد لطفاً لایک کن، سابسکرایب یادت نره، اون زنگوله رو بزن و با دوستات به اشتراک بذار. منتظر اپیزود بعدی باش که یکی دیگه از کتاب‌های پرطرفدار دنیا رو با هم مرور کنیم.